با سلام، همراهتون هستم با نحوه باز کردن ابلاغی‌های الکترونیکی که براتون پیامک میشه. توی گوگل سرچ میکنین ابلاغی الکترونیکی به آدرس عدلیران. توی این صفحه ابلاغ الکترونیکی قضایی رو انتخاب میکنین، سامانه اصلی رو هم انتخاب میکنین و وارد سامانه اصلی میشین. کد ملیتون رو وارد میکنین، رمز شخصی 10 رقمی دریافت شده از سامانه سناتون رو هم وارد میکنین. و روی مرحله بعد کلیک میکنین. یه رمز موقت براتون پیامک میشه، اون رو هم وارد میکنین. وارد کارتابل ابلاغیاتون که شدین، ابلاغی های جدید رو کلیک میکنین. چک میکنین شماره ابلاغی درست باشه، تاریخ صدور ابلاغی مد نظر درست باشه و از قسمت سمت چپ روی مشاهده میزنین. توی این قسمت میتونین پیوست‌های ابلاغیاتون رو به ترتیب چک کنین یا چاپ کنین و روی دریافت نسخه چاپی بزنین و ابلاغیاتون رو دریافت کنین و از PDFش برای چاپ استفاده کنین. ممنون که همراه من بودین.